من علی اصغر کیهانی هستم، متولد 1322، بخش 5 تهران، بازارچه قنات‌آباد. من اعتقاد دارم که رمز موفقیت فقط این نیستش که آدم خدمت شما عرض کنم از صفر شروع کرده باشه و بعدم عرض حضور شما کارخونه دار باشه و چند تا کارگر براش کار بکنن، این یکیشه. اما من چیزهای دیگر هم میبینم در این قضیه که پولی که به دست میاره از چه راهیه، اگر احیانا کارخونه داره عرض حضور شما که محصولشو چجوری میفروشه، آیا 1 قرون و 10 تومن میفروشه، چجوری پول در میاره و پولش پول حلال باشه. من وقتی که شروع به کار کردم منافعم رو تو منافع جمع تعریف کردم، یعنی اگه منافع جمع تأمین باشه خود به خود منافع منم تأمینه. دنبال این پوله نباشید که چقدر پول بگیرید. اگر این کار رو بکنید که خودتون کیف کنید، حتما مشتریتون راضی میشه و حتما موفق میشین. پول خوبه، خیلی هم خوبه، اما پول ممکنه براتون آسایش بیاره. پول براتون ممکنه آسایش بیاره ولی آرامش نمیاره. آرامش چی میاره؟ آرامش صحت کار شماست، درستی شماست، صداقت شماست. وقتی که داشته باشید خودتون ناخودآگاه اعتماد به نفستون زیاد میشه و این اعتماد به نفسه به شما آرامش میده که آرامش نقطه آخر موفقیت. 4 کیهانی‌ها هستم. پدر بزرگم حدود 90 سال پیش مدرسه ساخته، هم مدرسه دخترانه ساخته هم مدرسه پسرانه ساخته و مسجد ساخته. خدمت شما عرض کنم که آب انبار ساخته. من دلم میخواست که کاری که ایشون میکنه کرده پابرجا باشه و من هم کاری انجام بدم که الحمدلله رب العالمین موفق شدم که به یکی از آرزوهام که همین دانشگاه خدمت شما علمی کاربردیه برسم. از کنم که چند روز پیش تو مجلس بودیم، دعوتمون کرده بودن، صحبت شد چی کار بکنیم که رئیس جمهور فرمودن 4 میلیون میخوایم ساخت و ساز بکنیم، چی کار بکنیم. سوال کردم، گفتیم آقا اونجا گفتم حالا برای ما بعداً عرض حضور شما که یه تقدیرنامه نوشتن، مجلس هم امضا کرده بود. گفتم که اگه شما این حرفا که تا حالا زده شده همش حرفه. 3 تا مسئله شما دارید. 1 بانکاتونه که دست خودتونه، خود بانک ها تمام کار دست خود بانک ها. بانک هم همش اگر تشو ببینین میبینین مال دولته و مال دولتی هاست. 2 سیمانه که باز دست خود دولته، قیمت رو برده بالا، جایی که برسونده به 1 میلیون خورده ای. خب معلومه مسائلش هم گرون تموم میشه. 13 سال دنبال یه ورق جوازم، 13 سال همه کارم هم درسته، یه کارم غیر اصولی نیست، تمام کارم رو مطابق مر قانون انجام دادم. چرا هنو بهم ندیدن؟ برای که بعضی کارا رو نخواستم بکنم. آقایونم همه میدونن. من اون دفعه به شما گفتم یادتون باشه چه کردید و بقیه‌اش هم همینجور. اگر یک کار، یک ده آباد بهتر از 1000 تا شهر خرابه. بر علی و نبی صلوات. خیلی ممنونم.